آش تیاره آش دم آش دم پرتوفتم ای مردکه آخی من 3 کیلو برنج دم پرتوفتم تو باشه این نمی قشلاق گف زدی آخی هیچ عیب نمیشه زنک این سودا دیل کشاد گیر دیل کشاد باشه یگان چی نمیشه الهام لبای کجا شدی الهام جان آخی من گفتم تو دستاوگیر میستی کجا شدی آمدم نه خب چو کردی الهام جان ها یک کم تر خوردم را یعنی ما کردیم سعید جان دیگه تمام السلام علیکم و علیکم السلام علیکم اینجا یک 3 بار سرشتون آمد خونه هم یک نون کردیم گفتیم یک طبق نون گفتیم فریاد کنیم سچو خاگیر نکن میمونه هم آمدن آمده سا مرحمت گذاری اکا تو ایجین چی کلیشی مونه ولی عبدالرحیم همسا هم نبیا همون مزر مالی همین طرف گذاری نور علی میمونه رو گیر خونه برو الهام جان تو دیگه معلش بسم الله الرحمن الرحیم کریم بیا یا پیرم گذاری کیلو جان هم بولو شامده Здравствуйте. Салам алейкум. Салам алейкум. Ассалам алейкум. Назир. Акай Саид шкали. Назир. Акай Саид. این مهمانه ای ایرسی آمده مهمانه شما ژورنالیست ژورنالیست این همه عرف و عادتهای شرق می آموزه بهترین хорошо شما اومده این چی نام داره ماکسیم جان ساتور جان نباشه بالا گذران ای بری بالا پوشتاشته یکم بولیش مونه مالی خب رفتی ماکسیم بیو سلام علیکم ساتور جان هم بالا گذران ماکسیم جان خوش آمدید باشو آقای سیروجنی یا لحظه ماکسیم مهمان اکر باری بالا هم پوشی ماکسیم روسا ای رسی آمده وقت خوش آمد من خونه همه دا خوب بودم همین قدیم در رسی آمدم خونه همه دا تو مردمی خوبندن مردمی السلام علیکم زفر جون بیو نه زفر جون تو سعید جان نازی مبارک شب خرسندیا توی مبارک شب توی نیست جورا یا طبق نون کردیم گفتم من یارو برو همین توی همین بزر محمد درد نکردیم ما هیچ گپ نمیدونم محمد بزر بزر باش خیلی این مهمان ایکو مهمان نازه مهمان ای الهی آمین خدا همین خونه انداخت توی خونه باشه الله سلام علیکم و علیکم السلام استاد چیه شما مرحبا سرچتون رفت که معرکه خونه با درس هم نرفتم طلبویا جواب دادم بسیار خوب گفتم یک گوشی سعید جان از زنیم بهتر من از دستتون رو بگیریم من خونه با شیشته میبینم اطلا جان خوش آمدی بگذار این مهمان چی نام داره؟ ماکسیم جان خوش آمدی دوباره خوش آمد من اینجا محمد جان من نشناختم این مهمون ماکسیم جان کم فرقت شینه خوش آمده استاد خوش آمده ای خیرت کردم دفع کلی بالاها بچه یک طرف باشینه بخشیش در مهمون در مهمون خوش آمدی ای همون روسیه آمده کراسنایست جوی من خدمت کردی رئیس بولوزه دیگه همش نزده و خیر ای کدوم شهر کدوم همین شهر چی بشید رسیکتی؟ شهر؟ Stolica. Ne, город. Из какой города? Город Красноярск. О, земля, я там служил, кислот кардам. Максим جان خوش آمدی ماکسیم
خوش آمدید با چای اینا همین تانکه ها با عثمان و سمیات ها با زمین سرزمین السلام علیکم الله اکبر بیا بابی نازی بابی نازی محمد سید جان نازی شکر چنجی بوی مقصود سلامتی ها من میشه بوی مقصود بقوت بوی دست مقصود بگی بیا بوی اینا دست بوی مقصود بیا بابا جان بیا خودت کی یه بچم الهام نشناختی الهام جانی ای صد ای در چشمش صدق بچه را بگی بابا محمد سید جان لبای بوی مقصود یکو خرسندی داری البته و یک طبق مام کردیم گفتیم همین فریاد کنیم آها سوز کن ما گفتم یکو خرسندی داری بچم که تمام قشنقا فریاد کردی رفتیم همچون یک جای کشوتر دا بشنم که محمد سید جانه محمد سید جان یکو خانه دیگه دا نشینه بابی سعید جون دیگه جون نیست که شده بشونه یه بابی میشونه بوی شما خواهم بالا یکان کسی خیز آنم خیه آخه یگان طرف چپ دبشونه میشوه نه طرف چپ وای هم این طرف چپی ایسو نمیگویی وای اکی زن من چه سر زدگی ای بولوگی چی بولوگی ها وای بولوگی تقوی شای های طرف مکسیم شون شینونده هم میگیرم ایلش ای طرف مکسیم هو میشوه یک نه این طرف وای استوی تقوی زن من و بای نخیزونی های یک هم طرفی اصول مکسیم پایون تر کوخی خیلی گب نیکن وای میفهمم ما ای تیز کن ما ایلش بیا این ما عکس شوقی وای می آوردی خوبتر میشد تیز که ایلام جان خوش آمده سانتر جان رئیس جان خوش آمده علی جان خوش آمده مکسیم جان مکسیم جان همین بابای مولا آمده جان نیست یک دعا فوتیه میکنه یک 10 دقیقه بیرون نمیبروی